میوه حقیقت. کلام الهی در قلب. راه زندگی. مکاشفه ساعت 4:03. عبرانیان ساعت 10:20. 26. ثمره حقيقة. سرزمين قلب باطل رازدل خود بيرون كنيد وآن راخاك نيكو كنيد وبذر حقيقة راب كاريد وبابرورش حقيقة ثمر دهيد. بازبس كيري زمين نادستيرا كه كتاب مقدس ميكويد دور بريزيد يا نكنيد. بيد كنيد. آن راس قلب خود بيرون بيوريد وآن رابهن خاك حصل خيز تبديل كنيد. كاشتن بذر حقيقة رنكه كتاب مقدس ميكويد حفظ كنيد. بيابيد وبذر حقيقة رادر مزرعه دلي كهز خاك حصل خز ساخته شده است بكاريد. آن راب كريد وميوه حقيقة رابه بار أوريد. ثمره حقيقة. بروزه أي بروزه. آن را دور بريز. 2. بروزه نكن. 3. بروزه نكه شدارة. أيفي. بروزه انجامش بده. پروژه این کار را نکن. دروغ را از قلب خود بیرون کنید و آن را به خاک خوب تبدیل کنید. راه زندگی. مکاشفه ساعت 4:03. عبرانیان ساعت 10:20. رومیان ساعت 13:14. بلکه عیسی مسیح خداوند را بپوشید و برای شهوات جسمانی تدارک نبینید. رومیان ساعت 14:01. و کسی را که در ایمان ضعیف باشد بپذیرید، لکن نه برای مهاجه در مباحثات. رومیان ساعت 14:03. پس خورنده ناخورنده را حقیر نشمارد و ناخورنده بر خورنده حکم نکند، زیرا خدا او را پذیرفته است. رومیان ساعت 14:13. بنابراین بر یکدیگر حکم نکنیم، بلکه حکم کنید به اینکه کسی سنگی مصادم یا لغزشی در راه برادر خود ننهد. رومیان ساعت 14:15. زیرا هرگاه برادرت به خوراک آزرده شود، دیگر به محبت رفتار نمی کنی. به خوراک خود هلاک مساز کسی را که مسیح در راه او بمرد. رومیان ساعت 14:20.
به جهت خوراک کار خدا را خراب مساز. البته همه چیز پاک است، لیکن بد است برای آن شخص که برای لغزش می‌خورد. اول قرنتیان ساعت 3:18. زنهار کسی خود را فریب ندهد. اگر کسی از شما خود را در این جهان حکیم پندارد، جاهل بشود تا حکیم گردد. اول قرنتیان ساعت 3:21. پس هیچ کس در انسان فخر نکند، زیرا همه چیز از آن شما است. اول قرنتیان ساعت 4:05. لحظه پیش از وقت به چیزی حکم مکنید تا خداوند بیاد که خفایای ظلمت را روشن خواهد کرد و نیتهای دلها را به ظهور خواهد آورد، آنگاه هر کس را مدعی از خدا خواهد بود. اول قرنتیان ساعت 5:11. لکن الان به شما می نویسم که اگر کسی که به برادر نامیده می شود، زانی یا طماع یا بتپرست یا فحاش یا میگسار یا ستمگر باشد، با چنین شخص معاشرت مکنید، بلکه غذا هم مخورید.